امروز اومدیم با یک ترفند خفن، یعنی منظورم بود اومدیم که بهتون بگیم که آقا هی تاکسی چجوری میشه هکش کرد. آقا من توی فروشگاه خودم، خب ماشینای الان میتونی ماشینای منو ببینی. خب الان اینطوری که داری میبینی همه ماشینا رو دارم، حتی بالای موجودی من میتونی ببینی 4490. میگم خب آقا تو توی مثلا یک سال که توی اینو ریختی آگه میتونی انقدر پیدا کنی. آقا من یه ترفند خفن همین الان بدون اینکه من بازی بکنم، خب چی کار میتونم بکنم که سریع بتونم یه چیزی رو بتونم یه تاکسی رو هکش بکنم. بابا این چرا قاطی کرد؟ بسم الله چند لحظه دوستان، این هی تاکسی منه. ای بابا این دوباره قاطی کرد. خب بعد من الان بیرم ببینم این چرا اینطوری شد. حالا این توی هی تاکسی من. خب دیگه قسمتش الان یه لحظه من بیارم سطح اینو من بزنم بیاد. ای توفت رو بوده دیگه، یعنی از این که خیلی دیری من متنفرم. خب حالا یه چیزم بهتون میگم تا اینکه بیاد، این هم هست که باید دور این بزنیم. حالا بایستیم بهتون چیزی بگم. بچه ما توی چیز که تعطیلیم کلن، توی مدرسه که کلن تعطیلیم، کلی فیلم و کلی آموزش جدید و اینا میذاری اصلا دنبالمون بکنی. داخل این میریم. خب شماره رو میزنیم 3 141 3 25. خب بعد آقا ما اگه نمیدونستیم، خب شماره‌شو آخرش واسهتون میذارم، خب که راحت ببینین و حال بکنین. خب و میذارم توی چیز این شماره رو وارد میکنی 143 141 25 221 مربع. آقا به راحت میای اینجا اصلا دورش راحت بکشم اینجا دور این. خب خطو میزنی روش بی راحتی داداش. این بالا من 4000 دارم، الان چی 5000 دارم، الان چی 6000 دارم، الان چی 7000 دارم. پس اگه این فیلممو دوست داشتی حال کردی با هک کردنم، لطفا لایک و کامنت و سابسکرایب یادت نره. حتی هک کردن وای فای هم گذاشتم، حتی برو تو کانالم من لایک و سابسکرایب یادت نره و حتما هم هک وای فای رو ببین. تا فعلا خدا نگهدار.